پدر پاشو. پدر پاشو دیگه. پدر سرت بیدار بله، زلزله رو حس میکنم. پاشو دیگه پدر، بریم. خودت گفتی امروز میتونم باهات بیام گردش. امروز شروع شده دیگه، خودت قول دادی. بیدار شدی؟ بریم شروع کنیم. بریم. اول چی کار میکنیم؟ میریم شکار یا با مهاجما مبارزه میکنیم؟ پدر، داریم راه اشتباه میریم. پدر، من که نباید بیام این بالا. نگاه کن سیمبا، هر چیزی که نور لمسش میکنه جزء قلمرو ماست. شما فرمان روای همه اینایی؟ بله، دوران هر پادشاهی مثل خورشید زمانی طلوع و غروب میکنه. یه روز هم خورشید دوران من در اینجا غروب میکنه و برای تو به عنوان شاه جدید طلوع میکنه. یعنی همه اینا مال من میشه؟ اینجا مال هیچ کس نیست. تو باید ازش محافظت کنی. مسئولیت سنگینیه. هر چیزی که نور لمس میکنه، مثل اون درختو، نهرهای آب، حتی اون کوها و حتی اون سایه ها. تو نباید بری اونجا سیمبا. فکر میکردم پاچه هر کاری بخواد میتونه بکنه و هر قلمرویی رو بگیره. شاید بقیه دنبال چیزایی که بتونن بگیرن، ولی یه سلطان واقعی میبینه چی میتونه ببخشه. تمام چیزایی که میبینی با هم در یک تعادل ظریفن. تو به عنوان سلطان باید این تعادل رو درک کنی و به همه موجودات احترام بذاری. مورچه، خزنده، باز کوهی جهنده. ولی پدر، ما بازای کوهی رو نمیخوریم. بله سیمبا، ولی بذار برات توضیح بدم. وقتی ما بمیریم بدنمون تبدیل به علف میشه و بزای کوهی اون علف ها رو میخورن. پس میبینی که همه ما در چرخه بزرگ حیات به هم مرتبط هستیم. سرورم. صبح بخیر زازو. گزارش صبحگاهی آماده است؟ بله قربان. 10 تا فلامینگو دارن لانه میسازن، 2 تا صرافه دارن به دنیا میان، وزوز زنبورها یکم خوش بگذرونیم. پرنده ها قبل از صبح راه میافتن که برن به اونجا برسن. دوباره خبرها رو به زمین نزدیک کن. خودتو به زمین نزدیک کن. حواست به باد و سایه ها باشه. آماده برای پرشتن یک لحظه عالی. دوباره خبرها رو تکرار میکنم. فهمیدی؟ میدونید اصلا عصبانی نشد. اصلا بامزه نبود. عالی بود پسرم.